به مناسبت تدویر این سمینار علمی و اکادمیک درباره جذب سرمایه گذاری و در این رابطه پالیسی امارت اسلامی افغانستان، اینچنین محفل و سمینار اکادمیک را تدویر نمودند، از صمیم قلب تشکری نمایم. حضار محترم، در آیه اول الله متعال گرچه درباره آمادگی نظامی اشاره شده است، اما به طور کلی شامل آمادگی در همه زمینه ها می شود. الله متعال می فرماید که و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، این شامل اقتصاد، فرهنگ، علم، تکنولوژی همه می شود. باید در همه زمینه ها ما آمادگی داشته باشیم تا بتوانیم از نظام اسلامی و همچنان از استقلال، از آبرو و حیثیت وطن خود دفاع کنیم.